خب بچه من تصمیم گرفتم از این بعد هر کس که توهین بکنه به قدیسین ما برم عکس خودش و زنش رو بدم به چهره شناس چش سوم باز که حقیقت بودن کارهاش بر شما ثابت شده تا الان و ازش بپرسم که در واقع آمار خودش و زنش رو در بیارم، چون معمولا کسانی که میان به قدیسین توهین میکنن عقده از یه جایی دارن که مادرشون یا خواهرشون یا زنشون بدکاره بوده و بعد این عقده ها در درونشون انباشته شده و میخوان یه جوری سر پاکترین انسان ها خالی کنن. خب دلیلش چیه؟ دلیل نجومیشو من قبلا گفتم، چون زنا باعث میشه که لیلیس وارد وجود مادرشون بشه و این لیلیس وقتی که مادرشون رو متولد میکنه به اینها انتقال پیدا میکنه و اگه زنشون بدکاره باشه اون لیلیس درونش در واقع اون جن درونش که اگه اون کلمه زش رو هم تقسیم کنید معنیشو میفهمید، اون جن درونش میاد به این فرد منتقل میشه و این جن درون این لیلیس درون این ونوس رو نمیتونه ببینه و قدیسین زنان پاکی که در راه خدا شهید شدن خب اینو ونوسن دیگه، این لیلیس درون این هاست که حمله میکنه به این قدیسین. خب حالا ما رفتیم آمار زن شاهین صادراتی که 4.5 سالم بسیجی بوده و یه دفعه همینجوری صادرات شد رو در آوردیم از چهره شناس. ببینید راجع به زنش چی گفته. گفته که این یه زنی از این کال گرله. ببین در آمریکا فکر کنم در کل اروپا هم اینجوری باشه، حالا ما زیاد آمار نداریم. کال گرل یعنی این که دختری که تلفن میزنن مثلا پول میدن بهش، مثلا ساعتی چه میدونم، حالا قیمت ها ندارم ولی تو اینترنت حالا میتونید برید ببینید هستش، ساعتی مثلا $500 میدن که با طرف به اصطلاح فلرت لاس بزنه برای خود ارضایی اون طرف پشت تلفن. این گفته زن شاهین صادراتی is a very high paid car girl، یعنی یه زنی که کال گرل بوده، از این دختری که تلفن میزن باش لاس میزدن و خیلی هم بهش پول میدادن، یعنی قیمتش بالا بوده، کارگرل ارزونی نبوده. خب میدونید که در آمریکا اینا رو 18 سالگی از خونه میندازن بیرون دیگه، بعد خودشون چیز کنن دیگه، هزینه‌های خودشون تامین کنن. بعد گفته که started young، یعنی خیلی هم سنش کم بوده این شغل کارگرل رو شروع کرده و گفته very successful، در این امر کارگرل یعنی فاحشه تلفنی هم بسیار موفق بوده. has many affairs with many high official. اوه مای گاد. گفته که خیلی روابط جنسی زیادی داشته با مردایی که مقامات بالا بودن. من فکر کنم مثلا این یعنی حدس من اینه که این صادراتی شاهین صادراتی از طرف، من قبلا گفتم رژیم دو واحد داره، یه واحد خرمذهبه، یه واحد شیطان پرستان کمونیسته که اینا سعی کردن خودشون رو به خانواده پهلوی نزدیک کنند و صادراتیاشون معمولا طرفداری از پهلوی میکنن، البته دروغ هستش، میخوان در اونها نفوذ کنن و این از طرف واحد شیطان پرستان رژیم صادر شده. اگه یکی از آهنگاش هم برعکس کنید میگه من جز در مقابل تو سجده نمی کنم، این سخن شیطانی که به خدا میگه من جلو آدم سجده نمی کنم، فقط در مقابل تو سجده می کنم، که این نشون میده شیطان پرست این صادراتی. و من فکر میکنم این زنشون با مقامات بالا، حالا ممکنه با مقامات بالا در حکومت آمریکا در ارتباط بوده و اینا، به هر گفته رابطه زیاد داشته، یه جوری یا اونو فرستادن سمت این یا اینو فرستادن سمت اون، یه جوری این یا اینکه هر دوشون رو با هم دیگه جفت کردن، چون پیوند اینا معلومه که کاملا سیاسی و هدفدار بوده و به یه منظور خاصی طراحی شده. به هر حال این روزها مردم ایرانم که پخمه و ظاهربین هستن، یکی میاد 2 شعار آتشین میده همه حرفاشو باور میکنن، نمیان به کنه ماجرا پی ببرن. حالا این قسمت اول بود راجع به زنش. من آمار بیشتری از خودش و زنش در بیارم، ویدیوهای بعدی رو هم میسازم.